شما آقا شما مثل کشورهای حوزه خلیج فارس که قبل از انقلاب آرزو داشتن که ژیان تولید ایران رو سوار بشن، امروز باید بریم خودروی کار کرده 5 سالشون رو متأسفانه وارد کنیم و در مازندران سن شما میخوره که تاکسی داخل شهر ما و ماشینی که از جاده فیروزگاه هراز مسافر میوردن تهران بنز بود آقای حاج آقا، امروز پراید که عربه مرگر باید سوارشن. شما حاج آقا مثل همون کشورهایی که قبل از انقلاب فقیر بودن دنیای این مردم رو آباد کنید. این مردم خودشون میفهمن آخرتشون حاج آقا آباد. شما کاری به آخرت مردم نشه. همین نمونه چای دبش که رئیس قوه قضاییه خود شما هم فکر خود شماست آقای محسن یجی، ایشون که دیگه از نیل فکر ما نیست که، ایشون کاملا فرمودن 23 میلیون دلار زمان دولت آقای روحانی تخلف شد، بالای 3 میلیارد 700 میلیون دلار تو این دولت فرمودن. آقای به گفته آقای رئیس جمهور که صدای آقای رئیس جمهور هم از 60 نفر برکنار شدن در این ارتباط